خیلی خوش اومدید به این ویدیو بچه‌ها. اینجا پامک ما شما رو دعوت می‌کنیم به یه چالش خفن، چالش جمله بازی. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوب باشیم. سلام بچه‌ها، خوبین؟ می‌خوایم بریم سراغ چالش جمله بازی. خب توی این چالش بله این مجازاتامون بچه‌ها این سری به صورت رندومز مجازات خیلی خفن. خب ما باید یه جمله، کلمه، یه حرف، یه صدا، یه آهنگ، هر چیزی به ترتیب انجام میدیم و نفر بعدی بهش یه چیزی اضافه میکنه و نفر بعدی باید همونا رو بگه ولی بازم بهش یه چیزی اضافه کنه تا یه نفر یادش بره. اون وقت جریمه میشه. جریمه هم به صورت رندوم از داخل اینا بردارن. بریم. دیروز رفته بودم بلایند دیت و یهو سیریو دیدم. دیروز رفته بودم بلایندت و یهو سیریو دیدم و گفت خیلی وقته که دیگه دلم برات تنگ نشده. دیروز رفته بودم بلایندت و یهو سیریو دیدم و یهو اشتباه یهو نداشت اینجا به من شانس نمیذار من تاب بده گردونه چی میگن؟ بدش به من. آیا مجازات محمد چیست؟ بله باید یک چک بخوره. خودت بزن. نه خودت تو آماده میکنی خودتو. خیلی آروم زدی. اشکال نداره محل اول بود دیگه. من اینقدر آروم نمیزنم. اشتباه کردی. موافقی اینو دوباره بهش اضافه کنیم یا نه؟ حذفش کنیم. آره دوباره اضافه. حالا یه جمله رو تو شروع. تو از بیخ. امروز رفتم میوه فروشی. اینجوری میچرخه. چرا؟ نه اینطوری هنگ میکنه. خب باشه. امروز رفتم میوه فروشی دیدم یه خر اومد تو. امروز رفتم میوه فروشی دیدم یه خر اومد تو گفت خیار دارین؟ امروز رفتم میوه فروشی یه خر اومد تو گفت خیار دارین؟ دیدم یه خر اومد تو. نه درست کن. خب خیار داریم و 3 کیلو خیار سفارش داد. امروز رفتم میوه فروشی دیدم یه خر اومد تو گفت خیار دارید و 3 کیلو خیار سفارش داد و بعد گفت که چه خبره قگرونه. دیدم میوه فروشی و دیدم یه خر اومد داخل. باختی. خواندم به محمد بخون. بیا بخون. بابا چرا؟ زنگ بزن به دانیال و پشتش بده. تصویری. خب تماس برقرار شد. تا جواب داد فوشو بکش بود. سلام. قطع کردم. بله قطع کردم دیگه. مجازات سوخت متاسفانه. ان شاء الله آخر برنامه اگه بهش زنگ زدید. آره آخر برنامه دوباره بهش زنگ می‌زنید. اوکی بدم. از سطلمو خب. من باید شروع کنم الان. خودت شروع. من باید شروع کنم. خب آماده این؟ بله. مطمئنین؟ خب امروز با 2 تا اسکول فیلم داریم پر میکنیم. اسمشون محمد پارساست. امروز با 2 تا اسکول داریم فیلم پر میکنیم و اسمشون محمد و پارساست و یه اسکول تر داره بینشون نشسته. امروز با 2 تا اسکول داریم فیلم میکنیم. باخت داریم فیلم میکنیم. بفهم بده من یکی در بدم. یا شانس و یا اقبال. بفرمایید. بخونم. چرا این توپو زدم جدی یا فیلم میکنیم. عالیه. اون بادمجونی بود که تو ویدیو قبلی بود. خب بشین مثل اون تا 3 دور بعد. تو 3 دور بعد 3 دور جمله بچرخه. برو. چجوری مثلا گیر بادمجون باشه یه لحظه ببینمش. بادمجونمون کو من همه هست دیشب ضبط دادیم بود اونجاست رو اوپن. خب بیا بادمجون رو بچه‌ها لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. حتی نه باشه یه دیگه لایک و سابسکرایب و کامنت
یادتون نره. خب اینو بگی دستت که بچه‌ها همینجوری هی باهاش مقایسه کنم پاساژی مثل پارو بده بالا. پارو بده بالا. آره. جام قشنگ بالمجونی بم. جام نمیشه خب گوشیم نیفته بگیرید بالمجونی بم آفت نداره. میافتم از پشت ادامه بده. خب حالا نمیدی یکم منحنی به پایین بره. حالا جمله‌تو بگو. نه اشکال نداره دستتو بر چون میکروفون به لباسته اشکال نداره دستتو قبول میکنم پات فقط خب جمله‌مو بگم آره. من خیلی رفیق دارم ولی سیامک از همه منفورتره. من خیلی رفیق دارم ولی سیامک از همه منفورتره. محمد از اون هم بدتره. من خیلی رفیق دارم ولی سیامک از همه منفورتره و محمد از اون بدتره و محمد بهترین پسر دنیاست. من خیلی رفیق دارم ولی سیامک از همه منفورتره و محمد بدتره ولی اون بهترین پسر دنیاست ولی به گرد پای پارسا هم نمیرسه. من از همه نمیدونم من یادم نیست خب سه تاش تموم سه دورش تموم شد. من یادم نیست من میخوام بیا هیچ باز کنیم ببینیم دیگه عزیزم از این هم متنفرم. چالش آب یخ مجازات آب یخ. یس آب یخ باید بریزیم خودم میزم. خب میریم واسه مجازات آقا سیامک. آقا سیامک آماده ای؟ بله. 1 2 آقا سیامک عالی بود. آقا سیامک بفرمایید ما رو بزنی باید من کجا بشینم؟ هم دیگه مجبوری. خب بچه‌ها سل مجبورم اینو بگم اینجا که داشته باشیم خب این آخرین دور مسابقه است حواستون رو جمع. یه دونه اینو زدم. خب اوکی من الان میخوام دوباره شروع کنم. کشتم شپش گوشه 6 باره. کشتم شپش کش 6 بارا و گفت چرا. کشتم شپش کش 6 پا و گفت چرا احمق. کشتم شپش کش 6 باره و گفت چرا احمق. بقیهش نگفتی خودت چی اضافه میکنی. نگفتی. نه دیگه باختی. نه دیگه همه رو گفتم درست اون که من گفتم. خب بعدش میگم که چرا آقای کنه کاری. کشتم شپش کش 6 بارا و گفت چرا و بعدش چرا آقای کنه کاری کنن الان. بفرمایید عزیزم خودت انتخاب کن. بعد انتخاب کنم که بلایی سرسر شای شانس میواد. بده من بازم نمیشه. باشه دوباره میگم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بله چیه ادای سوسکو در بیار تو دوربین. سوسکو عزیزم. سوسکو ماما چه بالا هم بودی ها. نه شاخک‌های چشام. عالی بود بچه‌ها ما دیگه تا آخرش ما بودیم. لایک و سابسکرایب مثل همیشه یادتون نه. تو کسل ولی خوش خدا نگهدار. هیچ جواب ندید. خب بازم نشد. جواب داد. ریدم دهنت. توی آشغاله توی کسافتی توی